مثال بعدی یه مقدار پیچیده تر میشه. من با روند همراهی میکنم. همونطور که گفتیم دو شرط داریم که کندل رنگ مخالف که اینجا حداقل یک کندل 4 کندله و این ساید بار کندل قبلی خودشون نیستن، پس بالاترین نقطه که های این کندل هست رو من به عنوان سقف در نظر میگیرم و نقطه شکست رو پیدا میکنم. بین این دو نقطه، بین این های و این نقطه شکست، من مینیموم مقدار قیمتی که لوی این کندل رو پیدا میکنم که این هم کف من را تشکیل میده. خب به محض شکست مجددا با قیمت همراهی میکنم. بله اینجا هم چند کندل رنگ مخالف غیر این ساید بار داریم، پس من های بالاترین کندل رو به عنوان سقف در نظر میگیرم که اینجا میشه. در این نقطه من شکست رو دارم، شکست های قبلی، پس میام و بین این های و این نقطه شکست من به دنبال مینیموم مقدار قیمت میگیرم که مینیموم مقدار قیمت اینجا میشه این لو من. مجددا بعد از شکست ادامه میدم. اینجا کندل رنگ مخالف میبینم که این ساید بار کندل قبلی خودش هست، پس اینم این ساید بار، پس اینجا هیچ کف و سقفی ندارم. مجددا ادامه میدم. اینجا یک سقف دارم که هر دو شرط رو داره و اینجا هم شکستش که مینیموم مقدارش اینجا به این صورت مشخص میکنه. پس من اگر بخوام اینجا کف و سقف رو مشخص کنم، کف و روند رو مشخص کنم، روند به این صورت مشخص میشه. دقت کنید اینجا روند ما به این صورته و اگر بخوایم نظری رو در نظر بگیریم ممکنه من اینجا با همچین کف و سقف‌هایی که غیر منطقی هم روبرو باشیم. پس این اشتباه ما باید از الگوریتمی که کاملا واضح و شفافه پیروی کنیم و کف و سقف‌های دقیقی داشته باشیم. حالا بعداً توضیح میدیم که چرا این قوانین ما استفاده میکنیم. فعلا بپردازیم با مثال ها. من میام اینجا دوباره یک مثال دیگه من شروع میکنم. روند صعودیه و دو کندله غیر این ساید بار با رنگ مخالف دارم، پس تشکیل سقف این لو را به عنوان نقطه سقف در نظر میگیرم که در این نقطه توسط این کندل صوت شارپ شکسته شده که اون هم اهمیتی نداره. میام بین این دو نقطه کف سقف رو بین این دو نقطه های تشکیل شده و نقطه شکست مینیموم مقدار قیمت که لو این کندل رو به عنوان نقطه کف در نظر میگیرم. بعد از شکست با قیمت همراهی میکنم. اینجا کندل غیر این ساید بار هست که به صورت تک کندل غیر این ساید بار و رنگ مخالف داره، پس به من یک سقف میده و پایین ترین مقدارش و اینجا هم به من یک شکست میده. بین این دو نقطه پایین ترین مقدارش به من این لو را میده. مجددا با قیمت همراهی میکنم. اینجا هم شاهد یک سقف هستم که هر دو شرط را داره که در این نقطه شکست اتفاق افتاده. میام بین نقطه سقف و نقطه شکست این خط رو رسم میکنم و مینیموم مقدار قیمتی که این کف باشه رو مشخص میکنم. مجددا قیمت عبور کرده از سقف. اینجا دقت کنید هم نقطه شکست عبوره و ما بلافاصله به دنبال تشکیل سقف میگردیم که مجددا در این نقطه ما یک سقفی داریم. حالا این سقف که کندل های رنگ مخالف و غیره این ساید بار.
حالا ما منتظر بودیم که قیمت بیاد و اینا سقف ما رو به بالا بشکنه که ما یک کف مشخص کنم، اما در این نقطه کف من روی پایین شکسته شده که اصطلاحاً به اون چاک یا نقدینگی ماژوری میگیم که حالا به اون تعریف کاری نداریم. خب برای اینکه کف من شکسته شده، من حالا باید سقف براش تعیین کنم. پس من بین کف شکسته شده، دقت کنید، بین کف شکسته شده و نقطه شکست یک خط رسم میکنم و به دنبال ماکسیموم مقدار قیمتی بین این کف و سقف هستم که ماکسیموم مقدار قیمتی همین سقفی که اینجا ما مشخص کردیم. پس روند من در اینجا به این صورت میشه. دقت کنید که این رو به عنوان یک سقف در نظر نمیگیریم و بین نقطه شکست و لوح شکسته شده من ماکسیموم مقدار قیمت رو پیدا میکنم و به من سقف رو میده. خب یک مثال دیگه هم ببینیم. اینجا یک سقف دارم بنا به تعریف که در این نقطه شکسته شده، مینیموم مقدارش لوی این کندل میشه که مشخصش میکنم. مجددا در این نقطه یک سقف دارم که سقف رو رسم میکنم و منتظر شکستش میمونم. شکست در این نقطه انجام شده، پس بین این های صورت گرفته تشکیل شده و نقطه شکستش من مینیموم مقدار قیمتی که لوح این کندل را به عنوان کف مشخص میکنم. دقت کنید که این نقطه را به عنوان نقطه کف در نظر نمیگیرم. نمیگم از اینجا شکسته شده، مینیموم مقدار قیمت اینجاست و از این قیمت شکسته شده. خب با قیمت همراهی میکنم بعد از شکست. بلافاصله بعد از شکست به دنبال کندل رنگ مخالف غیر این ساید بار میگردم که اینجا کندل رنگ مخالف من این ساید بار کندل قبلی خودش ادامه میدم. اینجا دو شرط تشکیل کف و سقف رو دارم، مشخصشون میکنم. مجددا بعد از عبور قیمت در این نقطه به دنبال تشکیل یک سقف میگردم که اینجا دو شرط تشکیل سقف داریم، اما به جای اینکه سقف شکسته بشه اینجا اومده قیمت و کف را شکسته. پس بین کف شکسته شده و نقطه شکست من به دنبال ماکسیموم مقدار قیمت میگردم. پس به این نکته ما دقت کنیم که در شکست ها ما در موقعی که سقف میشکنه به دنبال مینیموم مقدار قیمتی برای تعیین کف و در تشکیل کف ها به دنبال ماکسیموم مقدار قیمتی برای تعیین سقف میگردیم. خب بین این دو نقطه مجددا همین سقف من رو تشکیل میده. خب بعد از اینکه این روند شکسته در این نقطه میاد و یک کفی برای من تشکیل میده، یعنی اون شرط من تشکیل رنگ مخالف که اینجا رنگ سبز رنگ هست روند نزولی میشه رنگ سبز رنگ که به صورت سه کندل غیر این ساید باره به من یک کف میده که در این نقطه این کف شکسته شده. پس من به دنبال در شکست کف به دنبال ماکسیموم مقدار قیمت برای تعیین سقف میگردم. بلافاصله مجددا بعد از اینکه کف شکسته شد به دنبال کندل رنگ غیر قرمز رنگ، سبز رنگ که این سایبار کندل قبلی خودشون
نباشن میگردم که اینجا این ساید بار کندل قبلی خودشون نیستن و از های لو عبور کرده، از لوی کندل قبلی خودش داده. پس من اینجا هم یک کف دارم. فعلا در این قسمت از مارکت این سقف من و این کف من تشکیل. و اگر بخوام روند رو مشخص کنم، روند من اینجا به این صورت میشه. من نیومدم اینجا به صورت چشمی، میخوام به این صورت کف و سقف ها رو مشخص کنم. پس ما به دنبال روشی کاملا واضح و الگوریتمیک برای تعیین کف و سقف هامون میگردیم. دقت کنید که فعلا در حال تشخیص های و لوهامون در گذشته مارکتینگ و اصلا کاری به لایو مارکت نداریم، گرچه در لایو مارکت ما کف و سقف را هم به همین صورت تشخیص میدیم و فعلا به عنوان ترید و تحلیل و تشخیص روند جاری مارکت نیستیم. خب این هم آخرین مثال، یک سقف تشکیل شده که اینجا کفشه. مجددا من یک سقف دارم که بین اون سقف و نقطه شکست مینیموم مقدارش اینجا کف میده. در این نقطه من هیچ های و لو ندارم چون کندل من این ساید باره. مجددا اینجا یک سقفی دارم که در این نقطه شکسته شده، یک کفی دارم که این سقف را از این نقطه شکسته. بعد از عبور در این قسمت از مارکت، عبور قیمت از سقف، مجددا دو شرط من برقراره که این سقف را به من میده. حالا قیمت میاد و به جای شکسته سقف کف را میشکنه که من بین این دو نقطه کف مارکت و ناحیه شکست، یا بهتر بگیم نقطه شکست، ماکسیموم مقدار رو پیدا میکنم که دقیقاً همین سقف من. خب روند اینجا به صورت نزولی در نظر میگیریم که در این نقطه کندل غیر این ساید بار داریم و به رنگ سبز رنگ هستن که مجددا این کف را به من میده. حالا قیمت اومده در این نقطه به جای اینکه کف را بشکنه اومده سقف را روی بالا شکسته. پس من اینجا بین این سقف قبلی خودم و این نقطه شکست مینیموم مقدار قیمت را که همین کفه به عنوان کف در نظر میگیرم. پس روند من اینجا به این صورت مشخص میشه.